مساعد شده که شاگردان تربیت کنین و واقعا اونا را با دانش موسیقی مجهز بسازید؟ صاحب ما بر شما بگویم که تا بالا کس پیش ما حاضر نشده که موسیقی را تحصیل کنه و یاد بگیره. بله بله. متاسفانه جای تعجب است راستی. اهل خرابات پیش ما حاضر نشدن. بله. کجا رفتن و کجا شاگرد شدن و کی استادایشان است و صرف برای نام. بله. استاد در بمبئی میگه و شاگرد در کابل، این شیء شده نمیتونه. بله. از شوقیام کس حاضر نشد چون مشکلات از کار دیدن که بسیار مشق و تمرین به کار داره و بسیار زحمت کشی به کار داره. این موسیقی یاد گرفتن کار 5 سال و 2 سال نیست. بله بله. یک عمر. من یک دفعه برای افغانستان گفتم که برای کم از کم هیچ که عمر انسان باید باشه کنی 100 سال باشه که 50 سال یاد بگیره، 50 سال مشق و تمرین کنه، 50 سال بشنوانه. بله بله. واقعا گپ اینا مشکلات ازیره که میبینن میگرسن. بله. چیزی را میخوانن کنم ساعت خودش هم تیر باشه و از 5 نفر هم برو با من خدا نمیشد. بله. مگر ای به درد نمیخوره. بله. موسیقی را مسخره ساختن خوب نیست. بله واقعا. این یک علم بسیار روحانی است، به روح تعلق داره، روح به خدا. بله بله بله. این عبادت است. حال هندوستان چرا موسیقیشان قرن انکشاف کرد و پیشرفت و ترقی کرد؟ از اینکه جزو مذهبشان است. مذهبشان. و از ما جزء طریقت ماست. بله. که حضرت خواجه غریب نواز را طریقی خود گرفتن، این به نام سما. دیگه باید موسیقی را انسان بسیار زحمت بکار داره و بسیار تمرین و مشق بکار. اول استعداد باز اگر راهنمای صحیح بعد از اون مشق تمرین. بله. متاسفانه که نا میگن ما امروز اگر شاگرد شدیم برای دیگه ثواب باید استاد سراهنگ شیم یا استاد فلانی شیم یا دیگه شیم. و این کار مشکل است، محال است. و قرار ایوازی که مثلا درباره یک 2 سال مشق کنم، یک کلیواری را امروز زیاد گرفتن، صبح در رادیو میخوانن، مردم ها خوش میکنن، برو. بله. خواننده شدیم. و این نه خوانندگی است، بیخ بر 4 روز است. بله بله بله. میبینن که چقدر خواننده من برای 1 سال 2 سال شهرت پیدا میکنن. بله. بعد از اون واسه میرن پشت سر شکی دیگه ما هیچ خوب ایخ مدرد نمیخوره. بله. پدر من به سن 70 سالگی یا اضافه تر در افغانستان، یعنی عزیز ما تا به امروز به حیث یک استاد شناخته میشه. بله. و شاگردای تربیت کرد مثل اولادش. اول شاگرد استاد پدرم که تربیت کرد، دیگه به ذوقشان تربیت کرد، مرض نگاه علم. بله. اونا آسان میخواستن ازش یاد بگیرن، چیزای بسیار معمولی رو یادشان داد. بله. اما میخواستن چون من بسیار موسیقی ثقیل میخواستم، برای من بطور یاد داد. بله. و امروز امتحان دادم که این موسیقی رو من در هندوستان قبولاندم. بله. و افتخار. و هندوستانی را قبول کرد. و افتخار کمایی کرد. من از تمام افغانستان شوقیایش باشه، کسبیایش باشه، همین خواهش میکنم که وقت خود از وحی نسازن برای 4 روزه شهرت. بله بله. این بدرد نمیخوره. زحمت بکشن چرا شهرت کاذب بدرد نمیخوره. بله. حضرت ابوالمانی بیدل میفرماید که ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و است. بله. تا که فطرت خام نباشه شهرت پرست نمیشه آدم. بله. هر کس که شهرت پرست است فطرتش خام است. بله. اگر فطرت زو پخته باشه و شهرت کار نداره. بله. ذوق شهرت ها دلیل فطرت خام است و است. صورت نقش نگین خمیازه نام است و است. بله بله بله. بله. صورت نقش نگین خمیازه نام است و است. و من اینطور میخوانم برای خود، نه من شهرت پرستم نیز گردون کام میخواهم. بله. نه من شهرت پرستم نیز گردون کام میخواهم، به کنج نامرادی خیش را گمنام میخواهم. به عین گمنامی. بله. خود گمنامی نام است. بله بله. خود گمنامی نام است. او را گمنام میگن. بله. شهرت تمام است. بله.